شدم تا فهمیدم برای اینکه اسنکم به ساندویچ ساز نچسبه باید چی کار کنم. بیا تا بهت بگم. اول سوسیسای خرد شده رو سرخ میکنم، بعد بهش قارچ و فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنم. حالا آبیشن و فلفل و سس سیر و فلفل ریختم، گذاشتم آب قارچم کشیده بشه. حالا اجاقو خاموش میکنم، اجازه میدم موادم کامل خنک بشه. بعد از خنک شدن مواد بهش سس مایونز یا هر سس دیگه‌ای که خودت دوست داشتی اضافه میکنی. بعد پنیر پیتزا اضافه میکنم و هم میزنم تا یک دست بشه. حالا مواد رو داخل نون تست میریزیم و کامل پهنش میکنیم. برای اینکه اسنکامون به دستگاه ساندویچ ساز نچسبه، بعد از داغ شدن دستگاه همه قسمت‌های اونو با روغن جدا کننده چرب میکنم. طرز تهیه روغن جدا کننده رو تو کپشن برات نوشتم. حالا با خیال راحت اسنک رو داخل دستگاه میچینم. به به، ببین چه راحت جدا شد. اسنک ها رو با سس خردل و سس کچاپ تزیین کن و لذتش رو ببر. حتما بفرست واسه اون دوستت که این مشکل رو داره. اگه میخوای اسنک پس بخری، بیا تو پیجمون با کمترین قیمت خرید کن. مدل‌های مختلف